با سلام و عرض ادب خدمت تمامی عاشقان خاک مقدس ایران عزیزمون. این جنگ 12 روزه فعلا تموم شد. ناگفته نمونه اون کسانی که درک صحیحی از مسائل روز بین‌المللی دارن میرن و به دنبال علت این جنگ میگردن. اونهایی که در کنار رژیم اشغالگر جنایتکار جمهوری اسلامی ایستادن و پرچم خرچنگ نشون رو برداشتن به دست گرفتن و هی فریاد وطن وطن میکردند، اون هنرمندان، مثلا ورزشکاران یا اصلاح طلبان مزدور، فقط و فقط آب به آسیاب جمهوری اسلامی اشغالگر ریختن. از 22 بهمن 57 کشورمون اشغال شد. بسیاری از جوانان این کشور دستگیر شدند، به زندان افتادن، شکنجه شدن، مورد تجاوز جنسی قرار گرفتن، زندگیشون نابود شد، اعدام شدن، خانواده هاشون داغدار شدن. از هر تفکر فکری یا سیاسی گرفته. در طول این چندین و چند سال من و امثال من اثبات کردیم وطن پرست واقعی کیه. اما اگر در کنار این رژیم اشغالگر ایستادی و ادعای وطن میکنی یا دقیقاً و واقعاً من و امثال من رو نمیشناسی یا مزدور و حکومتی و یا یک ابله سیاسی اجتماعی نظامی و غیره، یک کشور خارجی به حکومت اشغالگر جمهوری اسلامی در خاک ایران حمله کرد، به عنوان یک ایرانی برای من ناراحت کننده است. به عنوان یک ایرانی کشته شدن هموطنان بیگناه هم اون افراد غیر نظامی برای من ناراحت کننده است. اما اینکه در کنار این رژیم اشغالگر بیستی و پرچم خرچنگ نشانش رو به دست بگیری و ادعای وطن پرستی بکنی، یک چوک احمقانه است. پرچم ایران پرچمیه که در پشت سر منه، پرچمی که در حداقل در هزاران سال اثبات کرده به ما وطن کجاست، ایرانی کیه. امثال من درد جنگ رو کشیدن، امثال من عزیزانشون رو در جنگ از دست دادن، امثال من شاهد پرپر شدن گلهای وطن در طول جنگ 8 ساله بودم. امثال من آگاهن که این رژیم اشغالگر اسلامی چه بلایی بر سر خاک ایران و ایرانیان عزیز آورده. پس اگر در مقابل مردم ایستادی، در مقابل خاک مقدس وطن ایستادی و پرچم جمهوری جنایتکار اشغالگر رو به دست گرفتی و ادعای وطن وطن میکنی در این زمان، این رو بدون: تو وطن پرست نیستی، تو وطن فروشی، تو طرفدار خجالتی یا مستقیم جمهوری اشغالگر جنایتکار اسلامی هستی. ننگ بر تو و لعنت خدا و همه انسانهای پاک بر تو و امثال تو. زنده باد ایرانیان آزاده و ایران استوار، سرنگون باد رژیم اشغالگر جنایتکار جمهوری اسلامی. پایدار باشی هموطن عزیزم.